جوانم جوانه که پر از دردم، من آزادم در پی صلح گردم. کشورم راز دست من ربودن، تاریخش را از هر طرف دزدیدم. کشورم راز دست من ربودن، تاریخش را از هر طرف دزدیدم. اگر از هر قومم یا هر نژادم، به هر زبانه در هر مکانم، افغانستان است میهن من. آریاییست ریشه من. اگر از هر قومم یا هر نژادم، به هر زبانه در هر مکانم، افغانستان است میهن من. آریاییست ریشه من. من عشق وطنم بسی ندارم، من از جنگ و جنگیدن گرزانم. برای وحدت و صلح میخوانم، من از ظالم من از ظلم بیزارم. بپا خیزد ای جوانان، جوانان افغانستان. شما هستین قهرمانان، باید با هم بسازیم این میهن ما. به به، بیشک یوسفی عزیز. جوینده صاحب. خلیل جان یوسفی، فقط برای خودت یک کلمه داریم. به به، 10 نمره ستاره دار برای شما. جالب است. اولین درخو از جوینده صاحب در برنامه امشب و در میان تمام ستاره ها تا همین لحظه خلیل یوسفی گرفته. قیس جان. خلیل جان عزیز، ما بر شما عرض کنم که آدم یک جایی که کار مینه یک رزومه داره، نه؟ بایوگرافی خود میتن باز یگان کس بسیار اوور کوالیفاید میشن، که یعنی که از اون سطحی که در کار باید نیاز از اون که در بالاتر است. خودت هم در این برنامه اوور کوالیفاید هستی. واقعا 10 نمره بر شما میده. آریانا جان. خداوند نمره آواز بسیار زیبا، یک نعمت بر خودت داده واقعا، و اجرای امشبت مثل همیشه فوق العاده بود. از طرف من 10. اینا رو ببینیم که 40 نمره پوره میشه یا نه. قهرمان الفاظ کې لږ غوندې د ټیمپونه لږ غوندې لینه وښویدو او بعضې ځایونو کې بهترین وخت و هغه پرېږده، خو ډېر ښایسته و، ډېر ښه و، ډېر با انرژي و. دې د خاطره ورته استاد نکردی کلامتو میزنم. خب استاد یا خدا طرف دست چپ آریانا جان نشان گرفته. استاد متوجه هستین با قلم آریانا جان این طرف چپ نشان گرفته، احتیاط کنید. خو خیر خوندار نشون به خاطر از این نمره.